میگم سوزی نیه بچه تنبیلی که اثرا بدرشم آنه سیکو چی سوزی های همونو نه کلا خود بجنده کو تروشه کو آنه بیترین سوزیه اینو پخته کن که بخوریم خیلی خوشی سیکو اشته کیف میکنه آدم اشته مزده میده خودی کچیریو گوش چیه دیگه هم یک سره میگم گوش بسون ایت قسم کمی 3 ماه روزه به دهن شما گوشت نمیره گوشت بابا او چه کار میکنیم بابا؟ سبزی میچینو بابا آه چه کار میکنیم بابا؟ سبزی میچینو شما که تمیلی به در نمیشی و شما میگم برای سبزی بچینی میگن چه کار فلانه انا سگو چیشته با تو تروشاکی بابا ها مادر من گفتم کمی پول بدین که انا مادر شامتکل امشب مثل که میای افطار میمون مونه کی میه؟ شو سرم بسته اون مثل که خیلی از بیتر که من سبزی میخورم شامتکل میگم مادر بزو چی کار دارم؟ ها؟ هر چی دارم خدا واسه بیای بخوره انه بگو بیترین گوش اینا رو به بدن زنه که کیف کنه شما میخندی؟ خدایا یک پول داری به ما بده که عقل کمالی هم به پیار بید یعنی تو من بیاقلیم؟ بابا میمون داری بیا به شما سال به 12 با ما سوزی میدی با بلا جونم که میمون دارم اینو از من بیتر بیا بخورم اینو اینا همه خرج گوسپندایه گپ کم کو شما بابا با موف و همی تطیر کردین من قسم خودم با ما رو یک پوره گوش نمیستانم همین علفایه گپ مف میزنی اونا پرتو دیم بابا لمش شد چرا شد لمش شد گرم سردم بابا گرم سردم پرتو دیم که وقتی برو برای کار خورو پیش ما عرض میکنم برای که خود کمک سعودی بچی بابا چی گاره؟ پیارم ما کی همه دیگ ما غلغل زنه دیگ شما؟ گوشت فش زنه می دیگ شما؟ که 6 روز قیمت بره بفهمیدی؟ مردم هم میگن ما پیار داریم من پیار دارم چوبا گپ کم کو گردانم بند باشه نیه همی کلما عباس بنی شما پرنکاشیر بالا کنی سعی کنیم اگه نیه اگه نصف قبرقای ایبی نبودم هرچی مستم بگیم از زور ما قرمه سوزی دادیم چیکاره عباس چیکاره نصف قبرقا عباس پوده شده چیکار شده واسه سوزی خیلی خورده بابا دکترها میگه گوشت بزنیم به بدن که قوی شیم گوشت که به حساب مرض سرطان آدم میگیره چقدر تکلیف برای آدم پیدا میشه اشته نکم شما گوشت بخوریم آدم تکلیف پیدا میشه برای آدم نمیخورم چیزی که به من نقطه شوشه نمیخورم میمون به گوشت میفهمه به مریضی میمون خیلی از من بیتره گردن همه بند باشه بابا نیه همه روز اگه بفهمیدی اگه شما پیار من میشدین بخی گپ بکم کن بخی بدن برو دیگه دست سیکو تو مقدر عقل کمال نداره که پایچ کجا میری سوار کو میرم کجا میری؟ چیرا نمیرم خب تو یک کار کو میگم بگو که یادتون نره تهرانیه بیا اینجا بیا که میشه مسکل عمر بزنه بیا ایول عباس کجا میرفتی؟ همیشه ما میبورن درد کم و غلامت دو تری خب سیکو تو عباس
من میری بگم کاظمی پیار ما گردن ما بند باشه اگه خیری باشه. اشته ماه مبارک رمضان همه چند روز تیر شده میبینی که ما یک لقمه نون نخوردیم، گوشت نداریم، مردم همه داخل یخچالای اینا همه گوشته، مردم همه اینجا شو سحری میگیرم، مثلا میگم چیز ببار میکنم من گوشت بستونم یم هرچی بابام هم که یک سره سوزیر زردم کرده سوزیر زردم کرده فقط میگیم بابا ما میگم چه کار میکنیم من میرم به صحرا به خود گندمک میچینم نولک کلاق میچینم نولک مچو مرغ میچینم خب چه کار کنیم نولک اکه میچینم من میگم بیا بریم پیش مامامه بدینو پیش چه پیش شما ماما میگم ماما پیرم عزبونی پیرم عزبونی مادرمه میگم ماما پیرم یا مادرم گفتم من یک گوسفند بدیم به ما به خاطر که ما مستونه میکشیم به یخچال خوب انا میگذاریم پولاشمون فقط من پنجم عید میدیم چی خو چی چی خب چی بستانه گوسفنده و قرص بپوشیم تک تک کنیم اونا که قراره که دیگه ببریم بگذاریم هم تا یخچال هر شو بزنیم به بدن ماما تو مرغ مرده اعتبار نمیگیره بابا اون گوسفند میده بابا دیونه من هلی از تو کلونترم و شیارترم اناله که نگیم اون میده ماما من دیگه من خوارزادیم و مادرم خوار اینه نمیفهمم اگر راه داره میده گوسفند بری میده نه من با پیش ماما خبرم میگم ماما یک گوسفند پیرم میگه به قرض بدیم اون نمیده به خدا 10 تا خر میده ماما یک شرط جیگری از می ها یک دفعه برفمو بکن تر خشکه بندازی اشته مثلا آره این بره نکن دیگه ای بره من یا ای بره این بره ای بره آره از مشو جیگری از مشو جیگری از می جیگری از می خب برو نسبه میکنی سیه بره باش من برو شیرا شیرا برو بده حالا من میگه بابا غلامت دو تری بودم ها بده خوبه بده برو برو بده آها بله مثل برق دشویی بری بیایی خوب گردنم بند باشه نال میره ماما میده بابا ماما آدم در سوزیه بگم ماما از سوزی خورده پولا شدیم میده گوسفند بده بکشی قرار بزنیم به بدن بزنیم که ما کمکی بگن کولا اینا هم چربی دارن به هر جا میرم به دکتر میگه تو اصلا قضیه تقلی شدی که جیرمو کندار برو چاکو همه گیم شده بچسبیده واریش کردن ها نمیشه دیشه که واریش همه بچسبیده کمی تو چاکو با کمی من میام جا میکنم خوبه به نوبت کی بیاد؟ در سرا در باخچه لولو صاحب کو کجی کما برم در وا کنم ولی تختی من اینجا ماما بله کجا بده ماما چه کار میکنی ماما همین دی چا میکنه چا آه کجا بدیشته شد که از ما خبر میگیری یار به سلام میگفتم مادر به سلام میگفتم به شما و علیکم سلام یکه چا میکنی نه کجیرم هست کجیرم هسته آه بیا ماما بیا گیلاکه کجی کی بی لولو گیلاکه کجی تا چایه آه یار بچه
پوشو سانی ماما جنجره بله ما بالا کشم ماما روزه داری گیلا گوش کو گوش کو چیگه پای اشته شد که از ما خبر گوش کو که به تا سر کی نه ماما تو تکلیف داری نه نخت نه ماما ماما جو بشی چیگه پای ماما جنجره ماما قراری بشی ماما کمک کنو نه بیزار کمک نه گیلک جو نه ماما مادر من به شما سلام میگفتم پیار من سلام خیلی تا برابر یک کوی سلام میگفتم و علیکم سلام گفتم برو انا مادر من گفتم برو به برار ما بگو انا اگه چیز انا خبر دارین که ما مثلا انا همونطور که پیار من زیردم کرده ماما همین نولک کلاغ میگم ما چون سوزنک و ما چون سوزی گندمک بابا شما بیاین خوب همین هسته که نمیشه من میشه کم خور بالا کشم اگر 3-4-5 رودیم پلاستیکی نبود اسم مر بگذاریم گیلک نگذاریم بگیم تو یک دیونی نافهم بی عقل بی کمالی چرا ماما جو خدا نکنه روزه هم داریم ماما پیار ما سوزی گندمک و بجندک و نولک کلاغ و نولک مچون گو و مچون مرغ انال مادر من گفت برو با برار بگم من ایت بموندم ایت مر نماییم حتی گو به گریه شو به پیشینام ما گفتم نه این گپا چیه گفت اگه یک گوسپنده که به ما بدیم انا بخیر تا من 5-6 مید یا به بخل من 20 مید پولا شما میدیم اوخه ماما جو گوسپند که مسئله نیه فدای سر تو پیار تو مادر تو خیلی بنه خو اما از ما روزه که هیچ چی نمونده دیگه ماما جو آخه کرای نمیکنه که شما حال گوسپند شما نه ما مسئله روزه نداریم ولی بر بدبختی مشکلاتی میشه که ما سیر شد و برابرت کار خود و خاطری که ما از خود سر سیار داریم مثلا سبا روز ایدی میشه مثلا عین عباس ها دیگه ایدم نزدیک کن میمونا بیای اونجا به کنار سفره ایت سوزی بیاره و تعلو خوب ما میخنده خو گوسپند چندی ما چند هزاری باشه ماما 10,000 باشه 15,000 نه 10 بالا نه پی 10 زیر 10 او تا گوسپندا ندارم ما که از زیر چند 10 داری؟ باشه ما 10 12 11 خود کیاره دعونی خوبه دیگه نیمه که به ما خوارزاده خودم مراد میکنه که پینی ماما جوونه برین گوسپندا و تا سرای همه هر کدوم که شما خوش داریم و داریم ببریم ماما مشکل بله. نداره خیلی بنه ماما خود دست شما نه درد نه نکنه پولا خواهی بستونی گپینی خوارزاده ها من همی گپا بیعقلی خب نزد باشم تو بگم ایسا کوکو برادر را لکم پولا کجیر ماما خود بگردم ماما جو کجیر پیارم گفتم فقط مادرم گفتم وعده ما و شما 20 مید همال 5 مید گفتیم ماما با 20 مثلا گفتم من مثلا ضرب المثل گفتم من لالا به یک دقیقه دیگه دون واسه ما از ایکیشه برای هبینا نه بره ماما بره بله بیا بس که کمک کنیم کیف تا خوب کنیم باشه من که اوشا خوار دارم ماما سلام علیکم داره یک بوزی دیشتیم بیا رو میکشیم ها موز دستشون چند میشه موز دست میچم کلاپاچی نمونیم کلاپاچی از شما خوب میاد بیا آماله باشه عباس اکل پاچه چی کردی؟ وردیش تا قصاب چره؟ موز دست خو مزده است جیگر بیاردی آره دیگه نمی‌بینی چرا اینو نه مادر برادر 1 ساعت تو یک گفتن اموخ در کار داره نه بابا که من جگا بموندم چی باشه به یک رنگ ببینم بیا که میگه گوشی خاموشه لالا رمجونه الو گردنم من اینجی بماندو ترچه ماردوز ما داره
چاکاز کنم بر بکشدی. ای چی شدی کجیر؟ باشه برو میگه خونه دگر هم سعی کنم. من اینجی چری سعی میکنم بابا کجیر با تا چای با باغچه با بیلا ای از صبح تاله با تا چا مونده پیش می کجیر کجیر آنه ایکو با تا چای کجیر 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 با تا چای برار وخی او بیلا وخی کجیر چری برای چه برفتو؟ ما برار بردم اینا گوسپند بدادم برفتم گفتم من میرم خل میشم بیخی حیات ما برفتی تو اگه همین چون گاد میکنم من خفه میشدم چی؟ بیا بگی خور به دول با تنه دول بگی آخه که تو شرم شده بیامدی حالا برای بیاد محمد برارمه و بگی خور به دول شرم شده میشته یا چه ما برفتم همون در عقل کمال نداریم که ما خودی شما چا میکندم ما برار روزه به سر مزده بود نفهمیدم برفتم خواهی شدم بگیرین که نه و کش کنی